چیکار میکنی الان؟ دارم نختندون میزنم. نختندون برای چیه؟ از من میپرسی برای چی؟ خب پس از کی بپرسم؟ از بابا. چرا انقدر بد اخلاقی میکنی؟ نختندون به لپت میندازی؟ آخه اینطوری میکردی اون موقع. برای چی اینطوری میکردی؟ بگو. بگو. برای چی؟ اینطوری میکردی. تو تا کی میخوای با لباس بالا بچرخی تو خونه؟ تا صبح. من نمیخوای بخوابی؟ الان نمیخوابم با این. زانوش بچه سرخ و غمه در زمین. آره زانوت اوشو. وای دست نزن. چی؟ آره. بس ببینم چه جوریه. آخه آی. چیکارش کردی؟ خوبش سلام. سلام ماما. چی میگی؟ کتاب بخونه؟ چشت باز شده؟ مامان چشت هنو وا نشده باید کتاب بخون. گندم رو چقدر دوست داریم؟ چقدر گندم رو دوست داریم ما؟ بخون یه بار دیگه کتابتو داشتی میخوندی. گندم دوست داشتنی. خب گندم رو بگم. واسه میخوام گندم رو بگم. بگو گندم رو بخون. بخون کاریت نداره. داری میخونی؟ ببینمت حرف بزن. دستتو بردار. دندونات ریخته عمه. مسواک نمیزنی مگه؟ مگه مسواک نمیزنی؟ ببینم دندونای جلوت افتاده. چرا؟ این مال این لباس عزیز منه که دوستش دارم. خیلی هم بیشتر دوستش دارم از اون. بریم به سایزش بخریم. سایز خودتون اینو مثل خودتون باشه ولی رنگش اینطوری باشه. بریم به سایز خودشون. همین الان بریم به سایزش. اگه فیلمشو بگیری خیلی خوب میشه. شماشم بخریم. این شلوار خوشگل منه. لباس خوشگل منه. اینم گوشی مامانمه. اینم گلستانمه. اینم شلوار خوش. اینم شلوار خوشگلمه که اینطوریه و تو آینه که میبینیشون خیلی هم خوشگله. به سایزش بخرین. اگه بخرین خیلی سایز خوبی میشه. بریم به سایز قبلی.